سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 مای تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دریاوان دختران نگذاشتند که پسران همسبقشان را به ارتش برند. رزبار اشت قرغز مست با مرزبانهای تاجیک در نویه لخش. مادر عبدالرحمن نول را به محبس نورک بردند. امریکا به تاجیکستان به 20 میلیون دلار هواپیماهای بی سرنشین پومه میدهد. ترکش بلون گاز با افیون در سمرقند، 2 قاچاقبر از تاجیکستان زخمی شدند. سیل پول راه اساسی اسفره چارکو وارخ را کنده برد. مسافرکشانی با شهادتنامه رانندگی قلبکی در شهر کانی بادام. تاجیکستان و ازبکستان را زمین لرزه 5.4 بالی تکان داد. و اکنون تفصیلات خبرها. خوانندگان پایگاه خبری بامداد از ناحیه یاوان با ارسال یک ویدیو خبر دادند که روز 11 مای دختران دانشجوی کالج طبی یاوان به کارمندان کمیسریت امکان ندادند که پسرانی را که در این کالج تحصیل میکنند ابله کرده مجبوری به ارتش برند. روز 11 مای در کالج طبی یاوان امتحان میگذشت و مسئولین به اینجا چند اتوبوس آوردند تا که بعد انجام امتحان پسران دانشجو را گویا اختیاراً به خدمت برند، ولی دخترانی که در کالج طبی تحصیل میکنند یک جای شده مانع بازداشت و به این اتوبوس‌ها بار کردن پسران شدند. در ویدیو فرستاده شده دیده می شود که اتوبوس‌های خالی صحن کالج طبی یاوان را ترک میکنند و دانشجویان چه پسران و چه دختران این اتوبوس‌ها را با شور و شوق و اشترکشی گسل میکنند و با این طریق پیروزی خود را جشن میگیرند. در روزهای آخر دانشگاه‌ها و دانشکده و کالج‌های تاجیکستان پای هم درباره به خدمت فرستادن صدها دانشجوی خط کننده خبر میدهند. به این خاطر امتحانات ختم بسیاری از مکتب‌های عالی را حتی به پیشتر آوردند. مسئولان این مؤسسه‌های تعلیمی میگویند که گویا این همه دانشجویان با اختیار خود به خدمت رفتند، ولی برخی از این دانشجویان میگویند که آنها را برای رفتن به خدمت مجبور کردند و برخی را حتی با اصول ابله دستگیر کرده بردند. طبق قانون درباره خدمت حربی اعلی شهروندان تاجیکستان بعد ختم مکتب عالی نیز باید 1 سال در صف قوه‌های مسلح خدمت کنند. در این شب و روز در تاجیکستان موسم بهاری دعوت به ارتش ادامه دارد. این معرکه از 1 اپریل آغاز یافته و تا 31 مای دوام میکند. وزارت مدافع اخیراً خبر داد که در ماه اول دعوت یعنی تا 1 مای نقشه دعوت الکی 70% اجرا شده است. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله و یا سربازشکار جریان میگیرد. ابله یکی از شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریت‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه بازارها دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی پیوسته از رهبران تاجیکستان دعوت میکنند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را میریزاند نقطه گذارند. شایده محمدجانوف، مادر بلاگر مقیم آلمان شهزاد محمدجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن نول را به محبس نورک یگانه محبس زنانه تاجیکستان انتقال دادند. عبدالرحمن نول روز 12 مای به سامانه بامداد گفت که بی‌بیش صبح سه‌شنبه 2 مای برای عیادت دخترش به بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه رفته است، ولی در آنجا به وی گفتند که دخترش را الکی به محبس نورک فرستادند. عبدالرحمن نول گفت با وجود حکم سنگین زندان مادرش رو افتاده نشده است. چند وقت پیش بی‌بیم او را در بازداشتگاه عیادت کرده بود و گفت شکر احوالش خوب بود. برای من مهم امین بود که مادرم رو افتاده نشود، ولی از حکم دادگاه شکایت نکرد. از یک طرف فشار مقامات به این سبب شد و از طرف دیگر میفهمید که فایده ندارد. نظام دادگاهی در تاجیکستان حالا مثل نتاریوس شده است. هر چی را که دلشان خواست به دادگاه میبرند و امضای درکوریش را میگیرند. میگوید عبدالرحمن نول. دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 7 اپریل همگی بعد چند ساعت شروع مرافعه پروندهش شایده محمدجانوف را با اتهام افراطگرایی به 6 سال زندان محکوم کرد. افراطگری محمدجانوف طوری از مواد پروندهش برمیآید از نشر 2 شهر در زیر ویدیو در یوتیوب عبارت بوده است. عبدالرحمن نول که چند سال باز در آلمان به سر میبرد و با ویدیوهایش در موضوع منع ستر و ایجاب در تاجیکستان نام برآورده است، حکم زندان مادرش را گاوسود نامیده و گفت مادرش را فقط برای ابراز نظر در اینترنت به 6 سال زندان محکوم کردند. این چه معنا دارد که هر کس فکرش از نظر مقامات تاجیکستان فرق میکند اکستریمیست است
گفت عبدالرحمن 09 به بامداد در دادگاه نماینده دادستانی محمد جانور را به آن متهم کرد که در یوتیوب در زیر نوار پسرش عبدالرحمن 09 و هم یک نوار اسلو پلیوس مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. شاهد محمد جانور در مرافعه دادگاهی گفت که خود را گناهکار حساب میکند و از کردش پشیمان نیست. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاراً بیان کرد یا زیر فشار. در میانه‌های ماه ینور سال 2022 کارمندان اوباب تلفن شاهد محمد جانور را برای تفتیش گرفتند و روز 3 فوریه او را برای گرفتن تلفنش دعوت کرده به حبس گرفتند. وزارت کارهای داخله تنها بعد یک هفته بازداشت شاهد محمد جانور را تصدیق کرد و گفت که او بر اساس ماده 307 علاوه 3 به تشکیل فعالیت سازمان افراطی عیبدار می شود. تعقیب خویشاوندان فعالان اپوزیسیون و دیگر اندیشان موضوع است که مقامات تاجیکستان برای آن پیوسته از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شنود، ولی مقامات جای داشتن کدام معرکه حساب شده تعقیب خویش و تبار منتقدان حکومت را رد می‌کنند و می‌گویند که آنها در تاجیکستان آزادانه کار و زندگی دارند. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داد که شام 11 ماه سال 2022 تخمیناً ساعت 23 دقیقه در موضع قراولتپه نویه جان علای ولایت اوش 8 شهروند قرقیزستان ساکنان دهه نزد مرزی قرمیق در ماشین تویوتا غیر قانونی مرز قرقیزستان با تاجیکستان را عبور کرده به نزد یک واحد قشون‌های مرزبانی تاجیکستان رفتند و به آنها وارد رد و بدل لفظی یا به تعبیر دیگر وارد رزبار شدند. شهروندان قرقیزستان که در حالت مستی قرار داشتند به مرزبانان تاجیک در مسائل گوناگون اظهار ناراضگی کردند. با شرافت عملهای درست و منظم مرزبان‌های قرقیزی که در آن خطه مرزی خدمت می‌کردند، شهروندان قرقیزستان را به قلمرو قرقیزستان برگردانیده به کارمندان میلیسیا سپاریدند. گفته می شود در خبر جانب تاجیکستان تا کنون این قضیه را شرح نداده است. نویه جان اولای با نویه لخش یا جرگتال در وادی رشت و قسما با ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان هم مرز است. گذرگاه قرمیق در مرز با نویه لخش جایگیر شده است. بنا به اطلاع جانب قرقیزستان در پی قضیه اخیر بلافاصله ملاقات یاوران نمایندگان نهادهای مرزبانی قرقیزستان در سمت اوش و تاجیکستان در سمت لخش دایر شده. در جریان آن جانب‌ها جهت در آینده را ندادن به چنین حادثه ها، همچنین به طور فوری حل کردن هر تغییرات پیش آمده در مرز توافق کردند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 983 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون حدود 330 کیلومترش تعیین و یا علامت گذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه مناقشه ها رخ می‌دهند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در خونین‌ترین مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و 240 کس دیگر زخمی شدند. از اول سال 2022 در چند درگیری در مرز این دو کشور 4 نفر از جانب تاجیکستان کشته شده، 20 تن دیگر از هر دو طرف جراحت برداشتند. ولی مرز ولایت اوش با تاجیکستان تا حال نسبتاً آرام‌تر به نظر می‌رسد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سفیر امریکا در تاجیکستان جان مارک پامرشایم روز 2 ماه در یک نشست خبری بخشیده به 30 سالگی استقرار روابط دیپلماتی امریکا و تاجیکستان خبر داد که امریکا به تاجیکستان برای نظارت مرزهایش به مبلغ 20 میلیون دلار هواپیماهای بی سرنشین یا درون نوع پوما میدهد. پامرشایم گفت این درونها بخشی از 60 میلیون دلار کمک‌هایی است که امریکا برای ساحه امنیت تاجیکستان در 2 سال آینده وعده داده است. قرار است هواپیماهای بی سرنشین پوما اساساً برای حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان استفاده شود. تاجیکستان با افغانستان 1425 کیلومتر مرز مستقیم دارد که قد دریای پنج طول کشیده است. جان مارک پامرشایم در این نشست خبریش همزمان صداها درباره احتمال تأسیس پایگاه حربی امریکا در قلمرو تاجیکستان را رد کرد و گفت امریکا تنها روی تقویت اقتدار نیروهای امنیتی تاجیکستان در امر حفاظت مرز با افغانستان تمرکز میکند و به این خاطر به این کشور درونهای پوما و تسلیحات دیگر میدهد. این در حالی است که در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا از افغانستان در سال 2021 در رسانه‌ها گزارش‌های نشر شده بود که واشنگتن تلاش دارد در کشورهای همسایه افغانستان با مقصد رسیدگی سریع به تحولات آن کشور تعدادی از نیروها و تسلیحات و هواپیماهای خود را جابجا کند. ولی آن وقت هم گفته میشد که امریکا نتوانسته است
روزگی یگان کشور آسیای مرکزی را در این بابت به دست بیاورد. کشورهای منطقه از جانب مسکو قلمرو تحت نفوذ آن شمرده میشوند و وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف اخیراً هم کوشش امریکا برای تأسیس پایگاه حربیش در این منطقه را عبور خط سرخ نامید و گفت مسکو چنین کاری را به هیچ صورت تحمل نخواهد کرد. سفارت امریکا میگوید از سال 1992 تا این جانب ایالات متحده به تاجیکستان برای تامین امنیت به مبلغ بیش از 330 میلیون دلار کمک رسانیده است. جمع عمومی یاریهای امریکا به تاجیکستان در 30 سال بیش از 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. ساکنان اصفهان با ارسال یک ویدیو به اداره پایگاه خبری بامداد خبر دادند که روز 11 می در این منطقه باران سخت بارید و در پی بارشات سیل سخت آمده پول راه اساسی اصفهان چارکو وارخ را در دهه سرخ پوره کنده برده است. این پول یا کوپروک در موضع تنگی سرخ ساخته شده بود. ساکنان میگویند از سبب زیاد شدن اهالی حالا مردم در بر سیل راه خانه ساخته زندگی دارند. هواشناسان تاجیک از قبل گفته بودند که دست کم تا پایان هفته روان یعنی از 10 تا 16 ماه می سال 2022 در قلمرو جمهوری آب و هوای نامساعد همراه با باران‌های پرشدت، شمال سخت، ژوله، رعد و برق در نظر داشته شده در پی این آفت‌ها خطر سیل‌های خرابکار، لغزش ترمه، یرچ، ریزش سنگ وجود دارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این رابطه از اهالی خواستند که در این روزها از رفتن برای جمع‌آوری ایزام، علف‌های دورواری، زنبوروغ، چارواچرانی، ماهیداری و شکار حدالامکان خودداری کرده در انتخاب چراگاه برای چراندن چاروای خود نیز از احتیاط کار بگیرند. همچنین از شهروندان خواسته شده است که جویبارها و سیلراه‌ها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها سنگ و ریگ تازه کنند. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که روز 12 می سال 2022 ساعت 15:27 دقیقه به وقت محلی در تاجیکستان و ازبکستان زمین لرزه سخت روی داد. بنا به خبرها زمین در عمق 10 کیلومتر لرزیده. شدت زمین لرزه در مرکزش 26 کیلومتری جنوب و غربی شهر بویسون، مرکز ناحیه بویسون ولایت سرخندریای ازبکستان طبق جدول ریختر 5.4 بال را تشکیل داده است. ولی چگونه لرزیدن زمین را ساکنان در بسیاری از شهرهای تاجیکستان نیز احساس کردند. درباره کدام تلفات و خسارات بر اثر این آفت طبیعی تا حال گزارش نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. یادآور می شویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سمرقند ازبکستان روز 12 می سال 2022 خبر داد که در ناحیه ارگوت این ولایت هنگامی از درون بالون گاز برآوردن مواد مخدر این بالون ترکیده است و در نتیجه 2 قاچاقبر جراحت برداشتند. بنا به این گزارش 2 ساکن شهر دوشنبه و بختار تاجیکستان سال تولدشان 1978 که یک مقدار افیون را در داخل بالون گاز پنهان کرده با راه قاچاق از تاجیکستان به ناحیه ارگوت آوردند. در اینجا در خانه یک ساکن ارگوت سال تولدش 1979 آنها کوشش کردند که مواد مخدر را از درون بالون گاز بیرون بیارند، ولی در وقت بیرون آوردن افیون بالون ترکیده است و در نتیجه هر 2 قاچاقبر با سر و روی، دست و بدن سوخته در بیمارستان ناحیه ارگوت بستری کردند. مقامات معاین کردند که این شهروندان تاجیکستان در آن بالون گاز با خود 244.19 گرم افیون آورده بودند. نسبت به آنها با اتهام قاچاق مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند. تفتیش ادامه دارد. ناحیه ارگوت با شهر پنجکند ولایت سوغد تاجیکستان هم‌مرز بوده. در این قسمت مرز ازبکستان و تاجیکستان گذرگاه مرزی جرتیپه سرزم عمل می‌کند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساس تولید هیروئین و افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود. اداره واسطه نقلیات با شهادتنامه رانندگی قلبکی حالت جنایی است که در جریان رید سمت ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کانبادام در حدود مأموری خدمتی آشکار نمودند.
جنبه تشویش آور این حالت جنایتی در اون است که گمانبر شونده واسطه نقلیات مسافرکشانی را اداره نموده به مسافرکشانی مشغول بود. شهروند حسن‌زاده عمر سال تولدش 1993 استقامت کننده جماعت دهات پلدان شهر کونه بادام ماه ینور سال روان با مصلحت پیشکی با رفیقش اختیار مزاهیدوف که اونی ساکن شهر کونه بادام است شهادتنامه رانندگی ساخته کار کرده شده با درجه های B برای اداره نقلیات سبکرفت بارکش و مسافرکشانی به دست آورده دوام زیاده از 2 ماه واسطه نقلیات مسافرکشانی تمغه مرسدس پرینتر علامت قید دولتیش TG 9022 02 را اداره نموده در خیر سیر رقم 115 داخل شهری به مسافرکشانی مشغول شده است. هنگام سنجش حجت عاید به ساخته و قلبکی بودن شهادتنامه رانندگی کارمندان بازرسی شبهه نموده برای دقیق کردن تخمین خود اول نسبت راننده پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری در خصوص رعایت نکردن معیار سرعت حرکت راه ترتیب میدهند و در ادامه شهادتنامه از تشخیص کریمینالیستی گذرانیده می شود که قلبکی بودن آن تصدیق یافت. گمانبر شده عمر حسن‌زاد با تفتیشات اقرار شده است که کورس رانندگی را برای اداره نمودن نقلیات مسافرکشانی نخوانده است و شهادتنامه را بر عوض پرداخت 5500 سامانی رفیقش به او دسترس نموده است. تفتیش پیشکی معین کرده است که شهادتنامه مذکور بی رعایت طلبات تکنولوژی در خارجه تهیه گردیده است. با کردار صادر نموده خود گمانبر شونده ها معیارها در ماده 340 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مقرر شونده را ویران کردند و برای صادر نمودن چنین عمل جنایتی نسبت به آنها پرونده جنایتی آغاز گردید. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه 12 ماه سال 2022 خبر داد که یک ساکن 22 ساله کوچه دهاتی پایتخت را با اتهام مردم فریبی برای تشکیل قماربازی یا به تعبیر مردم الیک ملیک در نزد بازار گنجینه به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرد. در گزارش گفته می شود که یک پدیده نامطلوب و غیر قانونی که بعضا در کوچه‌های پایتخت اساساً در نزد بازارها و مکان‌های جمع‌شوی آدمان به چشم می‌رسد، این از جانب بعضی افراد تشکیل قماربازی یا به اصطلاح مردم الیک ملیک میباشد. اخیراً در نتیجه پیشبرد رید و عملیات سنجشی یک نفر قمارباز که به روی فریب و جلب توجه شهروندان به این کردار غیر قانونی مشغول بود دستگیر و به رئاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه دسترس کرده شد. این نفر شهروند شریپوف آرزو سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه دهاتی می باشد که نام برده در کوچه نعمت قربویف نزدیک بازار گنجینه به این عمل مردم فریبی مشغول بوده است. وابسته به این حالت نسبت به آرزو شریپوف پروتکل مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تعیین کرده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.